خوش آمدین به افغان دیاسپورا. بهتر ای است که خود به شکل مختصر اگر برای بیننده های ما معرفی کنیم. چشم حتما. اسم من حسنیه هستش، صابر مقدم هستم، از کشور سوئیس میایم و 3 فرزند دارم به نام آتنا، آیدا و سید علی و خیلی خوشحال هستم که در جمع دوستان هستم. واقعا جای افتخار هست برای من در کنار دوستان هنرمند فعال و افتخارات کشور افغانستان هستم. خب شما چی کار میکنید؟ من در حال حاضر به کارهای هنری مشغول هستم و فعالیت اجتماعی دارم. کار تئاتر انجام میدم و یک تئاتر حمایتی هست از زنان افغان و در کل زنان که با یک گروه که یک دختر سوئیسی داریم در جمع خود، 2 دختر اهل جرمنی داریم و بقیه همه خانمای افغان هستیم. کار تئاتر انجام میدیم و الان هم یه سری فستیوال هستش که داریم برای اونا اجرا میکنیم. یه کار فیلم کوتاه هم در بخش سینمایی انجام دادم که افتخار همکاری با اهورای عزیز داشتم و در حال حاضر گاهی شعر می نویسم و یک رمان در دست تحریر دارم که از زندگی شخصی خودم و تجربیاتم در ایران و مهاجرت و این چیزا هست، تجربیاتی که تا الان به دست آوردم در طول زندگی. انشالله که منتظر هستیم زود چاپ شود. زنده باشید. شما تندیسی رابعه بلخی را گرفتین، این بر شما چی اهمیت داره؟ واقعا فکرشو نمی‌کردم، یعنی اصلا هیچ امیدی نداشتم که بتونم رأی بیارم و جزو برندگان باشم، به دلیل اینکه رقابت خیلی بالا بود و تمام رقیبایی که من در کنار خودم میدیدم همه به نوعی تحصیل کرده بودن و خب تجربه داشتن، ولی متاسفانه من تحصیلات عالی داشتم، یک آدم بی سواد، فقط چیزایی که به دست آورده بودم بیشتر تجربی بودن، فعالیت خودم بودن و تلاش خودم بودن بابت اینکه بتونم چیزی یاد بگیرم و سطح آگاهی خودم رو بالا ببرم و واقعا اصلا امید نداشتم. خیلی شما هنرمند هستین و مردم شما را قبول کرده و رای داده، از اینکه انشالله گپ بزرگ نیست. تشکر. واقعا نظر لطفشان بوده. واقعا بهم امیدواری دادن با رأیی که آوردم و اینکه دیده شدم و اینکه متوجه شدم که راهی که آمدم درسته و تلاشم بی نتیجه نبوده، چون واقعا خیلی برام سخت بوده که نتونستم تحصیل بکنم. یکی از حسرت‌های زندگی می بوده که محدودیت داشتم برای تحصیل، چون تو کشور ایران بدون هیچ مدرکی نمیتونستم مدرسه برم درس بخونم. بعدم که دیگه شرایط ازدواج و خانواده و اینا واقعا طوری بوده که نتونستم راه خودم اونجوری که میخوام ادامه بدم. خب تبریک باشه و امیدوار که تحصیلاتم پیش ببری و رمانتان چاپ شود و ما خوانندش باشیم. بسیار تشکر. جا داره که از یکی از دوستانم که باعث شد توی این کنفرانس باشم تشکر کنم. خانم فوزیه رضوی بود که اسم من رد کرد. بعد از اینکه اسم من رد کرد بهم اطلاع داد که من به عنوان کاندید ثبت نام کرده و ازم خواست که خودم وارد گروه بشم و ادامه مرحله رو پیش ببرم و واقعا ازش تشکر میکنم. الان اگه اینجا ایستادم و این تندیس در دستم هست، مدیون حمایت دوست عزیزم خانم فوزیه هستم. بسیار عالی. برای شما هم تبریک باشه، برای اونام تبریک. زنده باشید. تشکر.